سوال یکم همین است که مقصد صدقه فطر در تاجیکستان نرخ معین داره، در روسیه نرخ معین دیگه خیلی. مقصد ما در روسیه ایم به کدوم، به نرخ تاجیکستان یا به نرخ روسیه؟ صدقه فطر را پیامبر صلی الله علیه و سلام با طعام ها بیان کردند تا اینکه این اگر یک نرخ می گفتند، اولش اینکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلام اون پول هایی که کار میکرد دینار و درهم در زمان ما علکی نیست و باشد هم قربهاش فرق میکند. مثلا در زمان شوروی با پول کهنه اگر یک چیز نرخش گوییم حاضر درست نمیگیرد، یا حاضر یک آدم در روسیه هست، یک آدم در تاجیکستان است، یک آدم در دیگر کشور است، یعنی درست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلام یه نوعی بیان کردند که در همه زمانها و مکانها این شریعت یعنی که موافقت میکند. حتی یک نرخ معین نگفتند، برای آنکه 2 کیلوگرم جو، خیلی که مردمی ما 2 کیلوگرم میگوید، 1 صاع جو نرخش بسیار ارزان است. یک آدمی که میلیاردر هست صدقه فطرش یعنی پول 2 کیلوگرم یا 3 کیلوگرم گندم اگر همسر داشته باشد و یک فرزند داشته باشد به 3 کس، یعنی که بسیار پولی ناچیز میشد و این عیب است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلام 5 نوعی طعام ها را مثال آوردند: 1 صاع از گندم، 1 صاع از جو، 1 صاع از خرما، 1 صاع از مایز و 1 صاع از عقیق گفتند. این 5 نوعی طعام ها در حدیث ها آمده است و علما به این 5 چیز دیگر چیزها را قیاس کردند، مانند برنج یا آرد. طعام اهل بلد گفتند، طعام اهل شهر، یعنی مردم چی میخورند و برای آن گفتیم که قیمتاش فرق میکند تا اینکه آدمی پولدار بگذار از پولی مایز برارد. 1 صاع مایز یعنی اگر تقریبا گوییم 3 کیلوگرم مایز برارد برای یک خودش، مایز قیمت است. و برنج اگر آدمی معتدل اقلا برنج برارد. برنج مثلا 1 کیلوگرمش از همه ارزانش تا جایی که میدونیم $1 است. 1 کیلوش 3 کیلو برارد برای یک آدم $3 میشد. در یک خانه اگر 5 کس باشد $15 میشد اگر با پول گردانیم. ولی آیدی مسئله آیا پولی نقد برآوردن بهتر است یا طعام برآوردن بهتر است، انشالله بهتر بیان میکنیم. خیلی برادرها، کسی که شرایط دارد به نرخ برنج دهد، شرایطی بسیطر داشته باشد به نرخ خرما دهد، کسی شرایطی بسیطر داشته باشد به نرخ مایز حساب کند. اما اگر کم بغل باشید به نرخ جو است، گندم است، ارزان ترینش حساب کنید.